سلام به همگی، به چنل آروما آرکایوز خوش آمدین. تو این چنل ما میخوایم عطر ریویو کنیم و کلا برگردیم به اسم این چنل. آروما به معنای بوی خوش و آرکایو همون آرشیو خودمونه که به جورایی میشه گفت ما توی تاریخ چیزایی میخوایم ثبت کنیم. و اگه به لوگو برگردیم، لوگو یه کتابیه که باز شده و حالا رایحه ها و بوهایی ازش داره میزنه بیرون. من چیزی که میخوام کنم، اون ویژنی که دارم برای این چنل اینه که اون کتابه، هر ورقه از اون کتاب یا هر صفحهش یک عطر رو داره توصیف میکنه و ویدیوهای من هم همینطوریه. مثلا هر ویدیوی من ما یک دونه عطر رو میگیریم با هم دیگه ریویو میکنیم و خیلی دقیق میریم درباره اون ریویو صحبت میکنیم. برای مثال چیزی که انتظار یعنی اکسپکت میشه از ویدیوهای من اینه که ما با هم دیگه خب ببینیم اول چه سالی وارد بازار شده، چه کسی این عطر درست کرده، پرفیومر یا همون the nose behind the perfume کی بوده، حالا برای چه کارهای دیگه شون اونا معروف هستن و برمیگردیم میریم دنبال نوتا. خب نوتا، تاپ نوتاش، میدل نوتا و بیس نوتاش چی هستن و کلا این عطر برای چه چیزی درست شده، برای چه موقعی، برای شب درست شده، برای روز درست شده، برای چه فصلی درست شده، تابستونه، زمستونه که بیشتر جواب میده و چیزایی که دیگه برابرش توصیف یعنی حرف میزنیم و یه جایی توصیف میکنیم توی این ویدیوها چیز هستش. حالا اصطلاح انگلیسیش longevity یا همان موندگاری عطر، سیاج و پروجکشن. سیاج یعنی اون رد بوی عطری که یک نفر اون عطر رو میزنه درست میکنه و پروجکشن همون مثلا یک جا نشسته یک نفر و چقدر این عطر وارد هوا میشه، چقدر این عطر پروجکت میکنه این بوی خودشو. و بله خیلی کلن هیجان زدن برای اینکه این چنل درست کنیم با هم دیگه پیش ببریم جلو. یه کار خیلی دلیه. من کلن یک مصرف کننده عطرم، نه دیگری یا همون مدرک خاصی توی عطر دارم، پرفیومر اصلا نیستم، اصلا ایژوکیشن عطرم ندارم، ولی به عنوان یک نفر که کانسومر یا همان مصرف کننده است دوست داشتم این چنل درست کنم که برای کسایی که عطر دوست دارن یک جور راهنمایی باشه که اون سیگنیچر پرفیوم یا همون عطر منحصر به فرد خودشون رو پیدا کنن. و اینکه امیدوارم خوشتون میاد از ویدیوهای من و اگه که از ویدیوهای من خوشتون اومد و دوست داشتین ساپورت هم کنین، لایک و سابسکرایب هم ممنون میشم. خیلی لطف دارین. خدا نگهدار.